جنگ جهانی سوم شروع شد. ما امروز با آمریکا نمی جنگیم. ایران روبروی بیش از 40 کشور و قدرت نظامی با 16 لایه پدافندی در حال نبرد است. آمریکا، اسرائیل و بریتانیا مثلث اصلی برای مدیریت شبکه ماهواره‌ای، حملات موشکی استراتژیک، جنگ الکترونیک و سوخت رسانی هوایی هستند. اردن، رومانی، سوئد و دانمارک وظیفه ایجاد سد اول پدافندی، رهگیری موشک‌های کروز در ارتفاع پایین و پوشش راداری برد بلند. قطر، بحرین، امارات، عربستان، کویت و قبرس میزبانان ستاد فرماندهی، پایگاه پهپادهای شناسایی و ایستگاه‌های استراق سمع برای رصد سیگنال‌های داخلی. فرانسه، ایتالیا، هلند، نروژ و کرواسی عملیات ضد زیردریایی، مین روبی و گشت زنی در مدیترانه و دریای سرخ. کانادا، استرالیا، استونی، فنلاند، لیتوانی و نیوزیلند متمرکز بر حملات سایبری تهاجمی، رمزنگاری ائتلاف و مدیریت جنگ روانی علیه تمرکز داخلی ایران. ژاپن، کره جنوبی، آرژانتین و پاراگوئه ماموران قطع مبادلات انرژی، بلوکه کردن دارایی‌ها و مشروعیت زدایی حقوقی در سطح بین الملل. آلبانی، مراکش و جیبوتی میزبانی از گروه‌های معارض برای تخریب میدانی و پایش تنگه باب‌المندب. موشک‌های ایران برای اینکه به هدف برخورد کنند باید از 16 لایه پدافندی رد بشن. به محض اینکه موشک شلیک میشه، شبکه ماهواره‌ای آمریکا SBIRS شعله خروجیش رو رصد میکنه. همزمان رادارهای غول‌پیکر از ترکیه گرفته تا سرزمین‌های اشغالی و خلیج فارس رو مسیر موشک تا 2000 کیلومتری قفل میکنن. سامانه‌های پیکان 3 و ناوهای مجهز به SM3 توی مدیترانه و دریای عمان تلاش میکنن موشک رو همونجا متلاشی کنن. اگه موشک از اینها هم جون سالم به در ببره، به تور غول‌های تاد و پاتریوت برخورد میکنه. سدی که از عربستان و امارات تا قلب تل‌آویو پهن شده. چند کیلومتر تا مقصد موشک وارد لایه‌های جدیدی میشه. فلاخن داوود، گنبد آهنین و در نهایت تیربارهای فالانکس که در هر ثانیه هزاران گلوله شلیک میکنن تا موشک رو درست چند صد متری هدف پودر کنن. اما همش این نیست. جنگ سایبری و پارازیت‌های ماهواره‌ای هم ولکن نیستن. مدام تلاش میکنن مغز موشک رو از کار بندازن، GPS رو مختل کنن یا دستور خود تخریبی بفرستن. مدرن ترین تکنولوژی‌های تاریخ بشر دست به دست هم دادن تا نذارن فقط یک موشک ایرانی به مقصدش برسه. اما خب نتیجه رو تو ویرانه‌های اسرائیل و پایگاه‌های آمریکا در منطقه میشه دید.